سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی مخلصیم. توی این ویدیو قراره 10 تا از شوک‌های فرهنگی که برای ما توی این چند وقته توی کانادا پیش اومده رو براتون بگیم. پس بزن بریم. خب اولین شوک فرهنگی برای ما کاستومر سرویس یا همون رضایت مشتری که اینجا خیلی اهمیت میدن بهش و همه جوره میخوان با روش‌های مختلف مشتریشون رو برای خودشون نگه دارن. یکی از این روش‌ها پس دادن وسیله است که از 15 روز تا 3 ماه تا حتی 1 سال میتونی که یه وسیله رو پس بدی بهشون که اینو توی فیشاشون نوشته هر کدوم. عجیبش اینجاست که مثلا یه فروشگاهی مثل کاسکو حتی شما اگر یه پاکت چیپس رو حساب بکنید کامل بخورید یه دونه برگه چیپس توش باشه میتونی بری پس بدی و خودتو بگیری. البته یه عده‌ای ممکنه سوء استفاده بکنن از این قضیه، ولی به هر حال خیلی عجیبه واسه من که هر چیزی حتی مواد غذایی که استفاده شده رو هم میتونی بهش پس بدی. یه چیز جالب اینه که اصلا ازت نمیپرسن که دلیل اینکه میخوای این وسیله رو پس بدی چیه. خیلی راحت میگن خب باشه دست شما درد نکنه، پولتو در لحظه بهت برمیگردن. حتی مثلا فروشگاه آیکیا 3 ماه اگه یه وسیله استفاده کردی فکر کنم میتونی پس بدی. اگه وسیله رو اصلا استفاده نکردی تا 1 سال بعدم میتونی پس بدی وسیله رو. اصلا ما خودمون تجربه اینو داشتیم دیگه. فکر کنید که یه ظرفی اومده بود با شیپمنت آیکیا برامون و شکسته بود تو راه. زنگ زدیم که خب این شکسته این حرفا. اصلا نپرسید، نخواست، عکس نگرفت. مثلا تو عکس برای من بفرست یا چطور شد که شکست، هیچی. فقط گفتش خب خیلی خب من برات دوباره میفرستم اینا. خیلی راحت. یعنی اصلا دنبال این داستان نیست، فقط میخواد تو مشتری خیال راحت باشه که همه چیز خیلی ریلکس داره میشه. البته من شنیدم که مثلا همین آیکیا قبلا اینجوری بوده که حتی اگه وسیله رو استفاده هم میکردی تا 1 سال بعد پس میتونستی بدی، ولی مثلا اینکه خیلی سوء استفاده کردن از این موضوع. قشنگ 1 سال کامل استفادهشون کردن از وسیله، بعد میخواستن پس بدن دیگه این قانون برداشته اگه وسیله استفاده بکنی تا 3 ماه میتونی پس بدی بی دلیل. یه مورد دیگه هم که حالا تو همین بحث کاستومر سرویس من دیدم اینه که تقریبا من ندیدم هیچ پرسنلی در هیچ جایی بشینه. مثلا شما وارد بانک میشی میبینی همه پای باجه‌شون وایستادن. یعنی یه حالتیه که مثلا تو ایران میری بانک مثلا نشسته و حوصله نداره چاییشو داره میخوره اصلا. یعنی اینجا یه حالتیه که وایستاده منتظر قبراق که کارتو رو انجام بده و ممکنه تا یه روز واقعا نیم ساعت همون نیم ساعت استراحتش رو فقط بشه. دقیقاً فقط نیم ساعت. حتی فروشگاه هم همینجوریه. حتی اگه کسی توش نباشن باید سرپا وایسن. این به نظر برای اون کارمندا خیلی نامردیه. واقعا خسته میشن. میگن 8 ساعت تو یه تک سر پایی. اصلا تو نیم. آره ببین خب یه نکته هستش به همون میزانی که در واقع داره کاستومر رو کیر میکنه هوای پرسنلش هم داره دیگه. به ازای اون ساعتی که وایستاده، مثلا اگه مثال بزنیم شما وقتی وارد یک فست فود میشی، حالا هر کدوم از اینا مکدونالد نمیدونم هر کدوم مهم نیستش، اینا بطریای اون لیوانای نوشابه رو اجازه داری دوباره پر کنی که بهش میگن ریفیل. مثلا شما یه دونه نوشابه میخری پرش میکنید 10 بار دیگه هم استفاده میکنید، خیلی هم اوکی و نرماله. ولی به همون میزان شما تقریبا تو همه رستوران‌ها اینجا خیلی جا افتاده است که تیپ بدی بهشون دیگه. اون انعامی که جا افتاده است و همه میدن، خب این یه جورایی اون خستگی اون آدم رو در میاره دیگه. دقیقاً اصلا یه جورایی شده که یه فرهنگی شده که کار زشتیه که اگه تیپ ندی و وقتی که کارت میکشی توی جایی که حالا خدمات گرفتی یا غذا خوردی و اینا، وقتی که کارتو میکشی برات گزینه‌های مختلف میاد. فکر کنم 15 20 و 30% اگه اشتباه نکنم، یا اینکه میتونی خودت یه عددی رو وارد کنی باید بهشون تیپ بدی. البته اینم باز میدونی فورسی روش نیست، از نظر فرهنگی جا افتاده وگرنه فورسی نیست. شما پله اول کارتت رو تپ میکنی به ازای اون مبلغ و پله دوم ازت میپرسه که تیپ میخوای بدی. یعنی یه پله‌ایه که حتما جلو پاته ولی میتونی از روش رد بشی، میتونی دیکلاین کنی بگی نمیخوام بدم. آره کنسل کردنش اوکیه. ولی خب الان یه چیزی که خیلی اینجا بحثه اینه که یه وقتایی تو مثلا توی استارباکس حالا تیم هورتون اینا میخوای قهوه‌تو بگیری و بریم درخواست تیپ ازت میکنن و گذاشتن این سرویس رو، در صورتی که اون برای کسیه که تو مثلا یه جا نشستی یه سرویسی گرفتی این تیپ هست، ولی خب دیگه گذاشتن دیگه. ولی به هر حال کاستومر سرویس اینجا به من میچسبه، چون هر چیزی که میخوام بگیرم با خیال راحت میگیرم، هر لحظه بخوام پس میدم. مشکلی داشته باشه حتما میتونم، یعنی خیالم راحته دیگه. با مزه یه جوری اصلا آره برای خود من واقعا یه شوک عجیب فرهنگی بود.
همین نوشابه پر کردن که گفتی برای من یکم مثلا یه جا رفتیم قهوه بخوریم، حس سریال فرندز رو داشت که تا هر چقدر دلت می‌خواست نمیتونستی قهوه‌تو پر کنی، بامزه است. این کاستومر سرویس حتی اینجا هم تموم نمیشه ها. یه موقعی ممکنه شما از آمازون یه بسته رو بگیری، بعد اون بسته بیاد برسه به هر دلیلی به دستتون نرسه. مهم نیست چه اتفاقی افتاده، آمازون حتما پول تو رو برمیگردونه، چون بسته هاشون اصلا بیمه میکنن واسه این قضیه. حالا نه آمازون، تمام سرویس‌های پستی هم همینطورن. و نکته اینه که واقعا بعضی سوء استفاده هم میکنن ها. یعنی طرف میاد فکر کن من یه بسته خریدم، شهره رو میفرستم برو بسته رو بگیر و بعدش میرم ادعا میکنم من نگرفتم، اصلا من نمیدونم شهره کیه. اونا اصلا بدون پرسجو بلافاصله پول میزنن تو حساب من. به خاطر همین یه کمی عجیب این دیگه نامردیه. خب این اتفاقات اینجا زیاد میفته دیگه، ولی به هر حال کاستومر سرویس اینجا حرف اول میزنه. خب شوک بعدی مربوط میشه به حمل و نقل عمومی و رانندگی که خب خیلی چیزای عجیب و غریبی ما اینجا دیدیم، ولی از قبل یه چیزایی میدونستیم ولی تا توش رانندگی نکنی متوجه نمیشی. یکی از چیزای جالب اینه که اینجا خب گردش به راست آزاده، مثل یه مدلی که تو ایران آزاد بود، اما گردش به چپ هم سر چهارراه‌ها لاین خاص خودش داره. اگه بخوام راجع به شوک فرهنگی این موضوع بگم میتونم تا صبح حرف بزنم. یکی از عجیب تریناش اینه که چراغای قرمز اینجا تایمر نداره و البته من شنیدم که میگن که سنسور داره و به حجم تعداد ماشینی که پشت چراغ هست اون چراغو سبز نگه میداره. یه چیز عجیبه دیگه اینجا سبقت از راست آزاده. این خیلی جالبه. در مورد چراغ که گفتی، اینجا چراغاش بعضیاش 4 تا چراغه، یعنی سبز و زرد و قرمز و چهارمی هم اسمش هست ادوانس که به شما اجازه میده تو یک جهت خاص بی دردسر در واقع کارتو انجام بدی. مثلا همون گردش به چپ ادوانسش که روشن باشه شما مستقیم میری و از روبرو کسی حق نداره بیاد، یا حتی ماشینای بغلت که چراغ برای همه سبز انگار پشت خط اونا هم حرکت نمیکنن، فقط ادوانسا میپیچن. سر چهارراه‌ها رو بذار بهتون بگم. سر چهارراه‌ها ما خب تو ایران یکم بازم سرعتتو کم میکردی با اینکه چراغ سبز بود و اگه چراغ زرد میشد دیگه چراغ احتیاط بود که سرعتتو کم و کمتر کنی تا حالا قرمز بشه و ایست بکنی. اینجا برعکسه. اولا که سرعتشون رو اصلا کم نمیکنن، با همون سرعت خیابون رد میشن. اصلا یه وقت این فکر رو نمیکنن که شاید یکی داره خلاف میکنه مثلا جهت مخالف بیاد و وقتی که چراغ زرد باشه و اینا نزدیک چراغ چیز باشن، نزدیک چهارراه باشن، سرعتشون اتفاقا بیشتر میکنن و به راهشون ادامه میدن به جای که وایسن، چون میگن که باعث تصادف میشه. تو ممکنه بزنی روی ترمز ولی پشت سرت با همون سرعت بیاد بزنه بهت. خب البته خیالشون راحته دیگه، به خاطر اینکه خلاف نمیشه. یعنی کسی از اونور چهارراه ممکنه زودتر راه افتاده باشه یا یه موتوری داره رد میشه حالا فلانی، چون ببین عابر پیاده دوچرخه اینا همه اینجا رعایت میکنن به شدت. حتی حیونا هم تو خیابون میدونن که بعد از رو خط عابر رد بشن. یه نه استوری من گذاشتم چند وقت پیش دقیقاً از روی خط عابر پیاده این چیزا اردک رد شدن. خب از یه طرف هم ببین هم فرهنگ‌سازی شده، هم جریمه‌ها زیاده. هم تو نگاه می‌کنی می‌بینی آقا همه جا تابلو هست، یعنی کاملاً میدونی باید چی کار بکنی. همه تابلوهای راهنمای رانندگی هم که وقتی ما امتحان دادیم همشون استفاده شده تو خیابون، پر تابلوه. و احترام هم میذارم. مثلا اینجا اصلا عصای موسی دستشونه، یعنی راهنما رو زد میپیچه دیگه، براش مهم نیست بغلم ماشین هست نیست، آقا من راهنمو زدم دیگه، تو هم دیدی پس باید برای من دست نگه داری. که البته خوبم هست به جهت اینکه یه موقعی تو ایران یادم راهنما می‌زدیم مثلا یک ساعت داشتیم راه می‌رفتیم. اصلا چیز بود. تو رو قرآن رانندگی خیلی خوبه. زرنگ‌تر دیگه من جلوتر برم. ولی اینجا راهنما می‌زنه در انجام میپیچه. دقیقاً. یه چیز دیگه این که استاپ ساین دارن و باید پشت اون استاپ ساین 3 ثانیه وایسی، قشنگ بشمونی 3 ثانیه بعد حرکت کنی. اینش خیلی برام بامزه بود، ندیده بودم تا حالا. همین جام هست تقریبا، یه جایی که اصلا نیازی نیستم هستش. بیشتر تو فرعی‌ها هست به خاطر اینکه خیابونای محلی تو وایسی که یه وقت مثلا کسی داره رد میشه و مثلا بچه داره بازی میکنه حواست باشه سرعتت کم باشه. این استاپ ساینی که میگه استاپ ساین آلوی برام جالبه. یه استاپ ساینایی هست که به هر 4 سمت چهارراه میگه وایسی و در واقع خود این ماشینایی که اومدن باید تصمیم میگیرن کی زودتر بره. از کجا؟ از هر کسی که زودتر وارد چهارراه شده، مثل قضیه میدون تو ایران.
ولی این نکته اینه که خیلی قشنگ رو خطکش اینا رعایت میکنن، همه حواسشون جمعه و هیچ وقت به هم نمیپیچن. یه موضوع دیگه هم که بگم، ببین بغیر از اینکه حالا جریمه‌هاشون سنگینه واقعا تشویق هم زیاد دارن. مثلا من دیدم یه سری از نرم افزارهای بیمه میاد یه تخفیفی واسه تو قائل میشه ولی به ازاش چک میکنه که تو پشت فرمون چیکارا میکنی. از مدل رانندگیت، یعنی گاز میدی، زیاد گاز میدی، سرعت رو رد میکنی، ترمزایی هویی میزنی، گوشی تو چک میکنی صفحه گوشی یا نه، همه اینا رو ترک میکنه و در نهایت بهت میگه آقا مثلا این مسافتی که طی کردی خطری رفتی یا نه. حالا به ازای این اون تخفیف رو قائل میشین برات یا نه. به خاطر همین خب این تشویقا هم جالبش میکنه دیگه. یه چیز دیگه که خیلی قشنگه وقتی ماشینای اضطراری مثل آمبولانس و آتش نشانی که میاد واقعا همه استاپ میشن، همه میگیرن به سمت راست و هر جایی که هستن وای میسن. حتی اگه تو لاین مخالف باشی، اصلا تو مسیر تو نباشه اون ماشین، ولی همه خیابون استاپ میشه. اصلا این باحالیه. مثلا این چالش هاست که یا میگن 1 2 3 همه باید وایسید بی حرکت. حالا حتی من بعضی موقع دیدم که واقعی وسط چهارراه طرف وایساده داره میخواد رد بشه، یه دفعه صدای آژیر رو میشنوه اصلا فریز میشه، اصلا اونجا وای میسته. بعد این ماشینای اورژانس یا آتش نشانی یا حالا پلیس لایی میکشن قشنگ، یهو میندازه میره خلاف، میره اینور. ولی خیلی جالبه، احترامشون خیلی قشنگه واقعا. من چندین بار دیدم که دقیقاً به این شکل باز میشه خیابون و خب خیلی خوبه دیگه. دقیقاً. آره بعدش هم همین به همون راه معمولیشون ادامه میدن بلافاصله بعد اینکه راه خودکشی‌اش نمیدن. راستی کسی دنبال ماشین احترامی نمی‌کنه اینجا. یه نکته دیگه هم که من بگم اینه که گواهینامه گرفتن اینجا خیلی عجیبه. باید ماشین خودتو داشته باشی، یعنی اونا ماشینی در اختیارت نمیذارن که برات ازت تست بگیرن، تو باید با ماشین خودت بری. حالا این ماشین رو میتونی اجاره بکنی یا مثلا ماشین شخصی رو ازش قرض بگیری و خب خیلی عجیبه دیگه، چون کسی که همین گواهینامه نداره احتمال اینکه ماشین هم نداره وجود داره، اصلا قانونا حق نداشته ماشین داشته باشه. یا اگه مربی بگیری که مثلا به تعلیم بده، اونا معمولا آپشن اینو دارن که ماشینشون هم روز امتحان بهتون میدن که بتونی باشون امتحان بدی. و یه سری بامزه دیگه اینجا پلیس اصلا امتحان نمیگیره، یه شخص عادیه. تو ایران حتما افسر بود که ازت امتحان میگرفت، اینجا اصلا جایی که امتحان میگیره شرکت خصوصیه. یه نکته دیگه هم اینه که زمانی که اینجا برف میاد اصلا مثل مور و ملخ این ماشینای پارو زدن خیابونا میریزن و چیزی که من دیدم یه کارهای عجیبی میکنن. حالا اینکه آقا لیفتراک و بولدوزر و این امکانات خیلی زیاده و میریزن حتی تا فرعیات تا پیاده رو همه رو تمیز میکنن به کنار، اما یه کامیونایی رو دیدم یه مایعی رو میریزن تو خیابون. مثلا تو ایران ما دیده بودیم شنا نمک میریزن ببخشید، ولی اینجا یه مایعی میریزن تو خیابون که من نمیدونم حالا کارش چیه، تا حالا تحقیقی در موردش نکردم، ولی خیلی سریع برفو از بین میبره اون چیزی که من دیدم. دقیقاً توی اتوبانشون خیلی حس نمی‌کنی که اصلا برف اومده. حالا اگه بخوایم راجع به قوانین راهنمای رانندگیشون بگیم باید واقعاً تا صبح بشیم صحبت کنیم، ولی اگه راجع به حمل و نقل عمومی هم بخوایم حرف بزنیم، چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که تمام مسیرات توی گوگل مپ زده شده، خیلی راحت میتونی مسیرتو پیدا کنی، شماره اتوبوس رو زده، چند تا استاپ داری تا به مقصد برسی رو زده. دیگه چیه بگو نکته اینه که اینو تو حالا ایران که نداره، ولی تو کشورهای دور و برم من دیده بودم که آقا گوگل مپ شماره دقیق اتوبوس تو بهت میگه آقا مثلا شماره اتوبوس 31 رو سوار شو، بعد برو 15 رو سوار شو میرسی، درست شد؟ اما یه اتفاق جالب اینجا اسکیجولشه. ببین خیلی تمیز سر ساعته. وقتی میگه آقا ساعت 3:30 میرسه 3:30 میرسه و بعد روی مپ نشون میده دقیقاً الان کجاست که 3:30 به تو میرسه. مثلا 30 تا ایستگاه مونده تا تو به تو برسه و اگر مثلا دیلی داشته باشه یا اتفاقی افتاده آقا اتوبوس خراب شده اینا همه رو توی ترافیک شده همه چی قشنگ میزنه در لحظه که چقدر تاخیر داره و چقدر زودتر میاد. آره. یه چیز جالب هم اینه که اون دکمه روی دستگیرها می‌خواستم اینو بگم، دکمه روی دستگیرها واقعیه. آره اینش خیلی اینجا دیگه اینجوری نیستش که داد بزنی آقا نگرد پیاده میشم. اون استاپی که میزنی راننده میدونی که باید وایسه و سر اون ایستگاهی که اولین ایستگاهه وامیسته، چون معمولا وای نمیسن. اگه ببینه توی ایستگاه کسی نیست و کسی هم تو اتوبوس درخواسته این که
میخواد پیاده بشه رو نزنه ایستگاه رو رد میکنه. دقیقاً. یه چیز جالب‌تر هم اینه که حالا در مورد اتوبوس‌ها این درسته، زمانی که میان تو ایستگاه وای میستن خود اتوبوس یه مقداری کج میشه واسه اینکه کسایی که میخوان سوارشن راحت سوارشن و اگر کسی با ویلچره وقتی میخوابه لب به لب جدول میشه، طرف با ویلچر میتونه راحت بره داره. جای دوچرخه رو نگفتی، فکر کنم تا 2 تا یا 3 تا جای دوچرخه جلوی ماشین داره که دوچرخه سوارا حالا یه مسیری خسته شدن میخوان با اتوبوس بیان، خیلی خودشون جلوی ماشین نصب میکنن دوچرخه‌شون رو، سوار میشن و موقع پیاده شدن هم که دوچرخه‌شون رو برمی‌دارن و میرن. راجب کلن هم حمل و نقل اینجا یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود، یه دونه کارت داری، حالا الان که شده با دبیت کارت هم میتونی بدی یا پرستو داری و وقتی اینو تپ میکنی مثلا سوار اتوبوس میشی بعد بقیه مسیر رو باید با مترو بری، اون بعضی البته اتوبوس‌ها رایگان برات در میاد اون مسیر تا 3 ساعت فکر میکنم 2 ساعت یا 3 ساعت، اینو دقیقا نمیدونم، ولی رایگان در میاد که تو اون مسیر کلا تو رفت آمد کنی. با عنوان حسن ختام این موضوع یه چیزی رو بگم. ما یه بار اتفاق افتاد که سوار مترو بودیم و توی یکی از ایستگاه‌ها گفتن این قطار مشکل داره، ما رو پیاده کردن و اتفاقی که افتاد یه جمعیت عجیبی پیاده شد و بلا فاصله شاید 10-15 نفر از این پرسنل مترو اومدن خیلی قشنگ راهنمایی کردن ما رو و ما رو بردن بیرون، سوار اتوبوس کردن، گفتن خب از اینجا به بعد این اتوبوسه شما رو میبرن همون مقصد مترویی که می‌خواستید برید. یعنی اتفاق عجیبی نیفتاد، ما فقط این وسیله نقلیه‌مون عوض شد. خب این احترامه دیگه. آره. خب تا الان هر چی که گفتیم خوب بوده، این یکی زد تو ذوقم و یه جوری حالمو گرفت. اینجا اصلا به لباس پوشیدنشون اهمیت نمیدن، یعنی اینکه با پیژامه لباس خواب و دمپایی ببینیشون یه چیز خیلی عادیه، با پیژامه میرن دانشگاه. آره براشون انگار اصلا مهم نیست، واقعیت وقتی برای ست کردن لباس و اینا نمیذارن. بیشترم اینجا ایرانیان که خوش تیپن، ایرانی‌ها، کره‌ای‌ها، شاید کمی حالا اروپایی‌ها، وگرنه بقیه‌شون اصلا براشون با دمپایی اون 30 کیلومتر مسافت رفته. ما تو ایران با دمپایی تا سر کوچه نهایتاً میرفتیم. نه اینکه حالا ست کنن، رنگ ست بپوشن، مرتب و مثلا شیک باشن، اصلا خیلی براشون مهم نیست. آره توی این بحث لایف استایل که می‌کنی خیلی جالبه که خیلی شب زود میخوابن، مثلا ساعت 7-8 میبینی خوابیده و 4 صبح بیدار میشن. یعنی از این نظر خیلی عجیبه که زندگی شبانه اصلا تقریبا ندارن. آره دقیقا ساعت 4 و 5 واقعا میبینی دارن غذاشون رو میخورن. آره شامو 4 و 5 میخورن، منتظر 9 و 4 و 5 میخورن. آره دقیقا. و همون جوری هم میشه که اینجا 8 شب همه چی تعطیل، خدا نگهدار. یعنی سوپرمارکت هاشون آپشن این که 12 تا 12 شب بازن یه جوری آپشنه براشون، بزرگ تابلو میزنن که ما تا 12 شب بازه. البته برای این یک سری که نایت لایف رو دوست دارن توی خود داونتاون یه سری چیزا بازه، ولی خب یه سری چیزا باز محدوده، خودش محدود میشه به حالا بار و دیسکو و نمیدونم این چیزا، رستوران و اینا. آره بعضی رستوران‌ها آره. و یه سری شعب یک سری رستورانایی که حالا رگولارتر و همه جا هستش هم 24 ساعته دارن، ولی خب به هر حال شهر تقریبا دیگه تعطیله. یعنی اگه از سمت داونتاون فاصله بگیری فکر میکنم فقط یه دونه والمارت و یه دونه شاپرزه که تا ساعت 11-12 بازن، با یه سری از رستورانا که یه سری از شعبه‌هاشون حالا آپشن اینو دارن که تا 12 شب بازن، وگرنه بقیه‌اش دیگه خدا نگهدار. شما فکر نکن مثلا میتونی بری پاساژ، مثلا ما تازه شب تصمیم می‌گرفتیم ساعت 9 شب راه میافتادیم که بریم پاساژ گردی، اینجا 7 شب 8 شب پاساژ بسته است. و کلا هم آدمای ریلکسی هستن، یعنی با همین لایف استایل احتمالاً به این نقطه رسیدن که بیش از اندازه ریلکسن و تعطیلیاشون هم خیلی براشون مهمه. یعنی مثلا شنبه که تعطیله امکان نداره طرف هر اتفاقی میخواد افتاده باشه کار دیگه نمیکنه، فقط اشغال کار نمیکنه، پیگیری کار خودش هم نمیکنه. یعنی یه خدماتی از تو میخواد، تو به زنگ میزنی تو رو خدا کارت عقب جواب گوشته بده، اصلا براشون مهم نیست. از این طرف خیلی خوبه به خاطر اینکه به محض اینکه وارد میشه چه یاد خاطراتت افتادی، به محض اینکه وارد میشی یه آرامش عجیبی اینجا میگیرتت که خیلی خوبه.
از این طرف هم یه وقتی اعصابتو خورد میکنه، چون یه عالمه پروژه باز داری، یه عالمه کار اداری باز، یا در مثلا حالا بیزینس خودت پروژه‌ات باز و اینا. یه خاطره که من دارم اینه که یه پروژه‌ای داشتم، بنده خدا خیلی درگیر بود و خیلی براش مهم بود که خیلی زود تحویلش بشه. بعد روز جمعه آخرین صحبتایی که می‌کردیم میگفت من آبروم در خطره، هر چه زودتر به من پروژه رو تحویل بده. من جمعه رو تا آخر وقت براش کار کردم که بالاخره به دستش برسونم. شنبه زنگ می‌زدم سوال داشتم جواب نمیداد، یک شنبه زنگ می‌زدم جواب. من فکر می‌کردم کشتنش، رسما واقعا من فقط کشتنش کنم. بابا تو خودت مگه نگفتی من آبروم در خطره فقط برسون؟ من کجا شنبه یک شنبه ول کردی رفته دیگه، جواب تلفن نمیده و میبینن تلفنشون رو میبینن همه اینجا، ولی میذارن بره رو میل باکس یا مثلا اصلا براشون مهم نیست چه اتفاقی. چون کاریه دیگه، اصلا کاره دیگه، شنبه یک شنبه در کار نیست. و دوشنبه زنگ زد آقا چی شد کار ما رو تو رو خودت یه سوال دارم ازت، این سوالا رو جواب بدی تمومه. خلاصه یه کمی از این نظر عجیبم و برعکس ایران که ما همیشه تو چالش و استرس و بدو این حرفایی میبینیم، اینجا اصلا ریلکس چیل براشون مهم نیست. ولی خوبه، ولی همونجوری گفتم یه سری جاها خیلی خوبه و آدم اون آرامش رو تو زندگی خودت هم داری، تو رفتار خودت هم کم کم انگار بهت میشینه. مثلا ما اوایل که اومده بودیم همش دوست داشتیم کار داریم تون انجامش، همش رو دور 2x بودیم، ولی الان خودمونم اومدیم بیم. نه اصلا کار اداری هم همینجا معروفه. شما یه کار اداری البته یه چیزی بگم دارن یکمی زیاده روی میکنن. چون کار اداری من داشتم که تو نیم ساعت هم انجام شده، کار اداری هم داشتم 3-4 ساعت طول کشیده. خب باشه 3-4 روز ببخشید طول کشیده. خب باشه طول میکشه. تو ایران میرفتی اصلا جواب تو نمیدادن، اینجا حداقل جواب تو میده، به همون کاستمر سرویس در واقع چیز میکنن، برمیگردن که آقا جواب تو میده، دقیق بهت توضیح میده و میگه خب زمان میبره. خب ساده است دیگه آقا، موضوع این شکلیه. بریم بعدی. خب شوک بعدی مربوط میشه به حریم خصوصی. اینجا هیچ کس حق نداره از شما سوال شخصی بپرسه و شما میتونی شکایت کنی به خاطر پرسیدن سوال شخصی از کسی. مثل چی؟ مثل اینکه دینت چیه، یا جنسیتت چیه، یا درآمدت چقدره، وزنت چقدره. اینا اصلا سوالایی نیستش که کسی از کسی بپرسه و خب تو این زمینه خیلی رعایت میکنن دیگه. خیلی خوبه این برای ما، به نظر من یه نکته خیلی مثبت بود، به خاطر اینکه حتی توی رزومه کاری شما حق نداری عکس تو بذاری، حق نداری سن تو، جنسیت تو، نمیدونم ملیت تو، اینا رو بنویسی که اون کارفرما طبق توانایی تو اون کار رو بهت بده، نه اینکه حالا پیری یا جوونی، زنی یا مردی، یا مثلا نه حتی رو فیس هم قضاوتت نکنه، خوشگلی یا نیستی اصلا آقا قضاوت نکن. دقیقاً ایناش خیلی قشنگه. حالا تو این حوزه حریم خصوصی حتی اگه مثلا یه بچه تو خیابون باشه، تو پارک باشه، داره برای خودش بازی میکنه میچرخه، شما به هیچ عنوان حق نداری نزدیکش بشی، ازش سوال بکنی یا مثلا بری بگی گوگلی چقدر تو بچه بامزه، مثلا بهش خوراکی بدی. اصلا دوست ندارن که سمت بچه‌شون بری و راجبش اصلا نظر بدی. آره دقیقاً هیچ کسی در مورد بچه هیچ کسی نظر نمیده و همه چیز همینی که هست. در واقع آخرش بخوام حساب کنیم که ما ایرانی‌ها اصلا نمیتونیم، قضاوت ندارن دیگه اصلا. ببین تا یه جایش خوبه ها، ولی همونجوری که مثلا سر بحث رزومه، ولی از این ور احساس کنم یکم همه چی خیلی صمیمیت شکل نمیگیره. یخاره خب بعدی میشه اجاره کردن خونه، که من یه دو تا ویدیو خونه مفصل صحبت کردم، ولی گفتم ممکنه یه سری نکات رو جا بنداخته باشم، مثل اینکه اینجا خونه رهن کامل نداریم، شما باید ماه به ماه اجاره بدید. گفتم یه دور دیگه راجعش صحبت کنیم، نظر سامانم بپرسید. من نظری ندارم. خب اینجا تمام کنیم. ببین نکته اینه که گرفتن خونه اینجا به واسطه عدم آگاهی که ما نسبت بهش داریم، ببین اصلا مثل ایران نیست، کاملا شبیه به یک مزایده است. سخت به نظر میاد ولی سخت نیست حقیقت. ببین سیستم این شکلیه که شما باید روی هر خونه‌ای که می‌بینی یه آفر بذاری. ممکنه آفر شما برنده بشه، ممکنه نشه. قرارم نیست این آفر حتما مبلغش بیشتر از دیگران باشه. مثلا اساسا اینه که اوورال اون کیس شما، اون آدمی که شما هستی به دید اون صاحب خونه چیزیه که مطلوبشه یا نه.
حالا ممکنه حتی نرخ پایینتر شما گفته باشی. به جهت اینکه اینجا قوانین به شدت به سمت مستاجره، ساختمان‌ها میترسن به هر کسی بیان خونه اجاره بدن به واسطه حالا سوء استفاده هایی هم که شده دیگه. ولی در نهایت سیستم خیلی جالبیه. شما خیلی همه چیز روتین، رسمی، قانونی، تر و تمیز میری جلو و در این حال به واسطه همین امکانات قانونی که وجود داره گرفتنش یک کمی هفخان رستم میشه. شما تو ایران میری میگی آقا من فلان خونه رو میخوام قولنامه یا علی تموم. مثلا اگه دروغ هم بگی تو قولنامه اصلا مشخص نمیشه. آره ولی اینجا کردیت تو رو چک میکنن، اسم و رسم تو، هیستوری تو، کجا کار میکنی، از محل کارت نامه بیار ببینیم واقعا اونجا کار میکنی یا نه، یا کجا درس میخونی، از محل تحصیلت نامه بیار. یه وقتی هم تماس هم میگیرن. آره تماس میگیرن، دابل چک میکنن، آشناهات کردن تو تورنتو به ما معرفیشون کن، ما با اونا هم حتی تماس میگیریم و همه اینا در واقع مسائلی که صاحبخونه انجام میده واسه محکم کاری که بدونه آقا مستاجر از پس این هزینه برمیاد یا نه، و که اگر بر نیاد نمیتونه بیرونش کنه. اینجا مستاجر نمیتونن به این راحتی بیرون کنن. یه فاجعه ایه که مجبور از اول سخت بگیره. ولی به نظر من خیلی چیز عجیبی نیست. تو یک بار که نسبت بهش آشنا بشی از بعد دیگه میتونی. دقیقاً. و یه چیز جالب دیگه این که برعکس برجایی که حالا تو تهران ما خونه قبلیمون توی برج بود، 2-3 برابر از 2-3 برابر مبلغ قبضات تو شارژ میدادی، شاید هم بیشتر حتی. ولی اینجا شارژ با صاحبخونه است، یعنی مستاجر هیچ شارژی نمیده، فقط قبضایی که حالا به عهده‌شه رو پرداخت میکنه. البته بستگی همین قبضایی که به عهده‌شه بستگی داره. ببین یه سری ساختمونا هست میگه فقط برق با توئه، بقیه‌اش همش با صاحبخونه است. یه موقع میگه اصلا آل اینکلود، همه چیز حتی اینترنت هم با صاحبخونه است. یه موقع میاد میگه نه آقا آب و برق با توئه، بقیه‌اش با صاحبخونه است. این بستگی به ساختمون داره بیشتر، حتی به توافق هم نیست، چون یه سری ساختمان‌ها قوانینشون شکلی چیده شده و از ابتدا همینجوری داره میره جلو. ولی به هر حال خونه پیدا کردن اینجا اصلا سخت نیست. خونه پیدا میشه، یه مقداری گرونه بله نسبت به چیزی که قبلا بوده گرونتر شده به خاطر تقاضای بالا، ولی در نهایت من سختی توش ندیدم. خب موضوع بعدی موضوع بنزین. اینجا به جهت اینکه خیلی جالبه قیمت‌ها متفاوته، یعنی قیمت سراسری وجود نداره. حتی تو سر یه چهارراه شما می‌بینی که آقا 2 تا پمپ بنزینه اینور اونور چهارراه قیمتشون فرق می‌کنه. و نکته جالبش اینه که شما وقتی میرید توی پمپ بنزین اول پول رو پرداخت می‌کنی به میزانی که می‌خوای و بعد به همون میزانی که پرداخت کردی می‌تونی بنزین رو به ماشینت بزنی دیگه. آره کلاً اصلا هیچ اپراتوری اونجا نیست، تو خودت پولت رو پرداخت می‌کنی و بنزین می‌زنی. اصلا هم تا حالا ندیدم اینجا صف باشه برای بنزین، یعنی همیشه ما رفتیم بنزین زدیم همون سریع رفتیم تو جایگاه بنزین زدیم و اومدیم. انقدر صف نیست که تو اونجا یه سری امکانات داری، مثلا یه سری شیشه شور گذاشته اونجا که تو میتونی تو تایمی که داری بنزین میزنی برداری شیشه‌های ماشین تو بشوری، یا حتی خب به هر حال تو همه‌شون یه دونه از این بچه سوپرمارکت‌ها دارن دیگه، میری اونجا میتونی خرید بکنی، هر کاری دلت میخواد بکن، چون تعداد جایگاه زیاده، صفی هم وجود نداره، در نتیجه دستت بازه. خب بعدی راجع به کارواشه. اینجا اصلا کارواشی که تو ماشینتو تحویل بدی برات بشورن و تمیز کنن و بعد تحویل بگیری ندارن. یا کارواش اتوماتیکه یا اینکه جایگاه هستش که خودت بری ماشین خودتو بشوری. آره یا اتوماتیک که تکلیفش روشنه، ولی اونایی که خودت میشوری اتفاقا فانه به نظر من، به جهت اینکه خیلی جالبه. شما میری مثلا حالا اونایی که من تا الان رفتم همشون سکه‌ای بودن، یه سکه میندازی این آب‌هاش کارواشو برات باز میکنه، میتونی ماشینتو یه دست آب بزنی، بعد دوباره استپ بعدی کفو بزنی، استپ بعدی بشوریش، و حتی جارو برقی داره، نمیدونم پمپ باد داره برای تنظیم باد چرخا، پمپ باد داره برای حالا بادگیری داخل درزای ماشین داره و خب با مزه است. ولی چیزی تحت عنوان این که برات بشورن ماشینو نداری. البته تک و توک من شنیدم مثلا 1-2 موردی هست ولی استقبالی هم نمیشه، چون هزینه‌های اینکه خودت ماشینتو بشوری خیلی پایینه. خب اصلا خدماتشون اینجا گرونه دیگه. طرف میگه آقا من میخوام نیم ساعت وقت بذارم ماشینم خودم بشورم، تازه با وسواسی که خودم دارم به میزانی که خودم دلم میخواد، اوکی پس میشورمش، کاری نداره. خب موضوع بعدی میشه متریال خونه ها. اینجا خونه های ویلایی همشون از چوب ساخته شده و به همین واسطه یه حساسیت هایی وجود داره که با ساختمون های دیگه هم به همون شکل برخورد میکنن. حالا نکته چیه؟
این برق‌ها رو لوله‌کش و هر آدم فنی که میاد توی اون خونه کار میکنه باید لایسنس داشته باشه، یعنی در واقع باید دوره گذرونده باشه. حالا داستان چیه؟ اگر شما خونت رو بخوای بیمه بکنی، وقتی میاد اون کارشناس بیمه رو صادر بکنه نگاه میکنه ببینه آقا آدم لایسنس دار این کارو کرده یا نه، که اگه نباشه ممکنه بیمه‌ت نکنه. دقیقا همینطوره و کلا این سیستم رو پیش گرفتن توی خونه سازی. مثلا برجا هم با اینکه از چوب ساخته نشده اجازه سیگار کشیدن ندارن. بعد یه سیستم دیگه که کلا راجع به خونه سازی، اینجا نشیمنشون اعتقادی به اینکه نور داشته باشه ندارن. اکثر خونه ها سیم کشی برق برای آویزون کردن لوستر توی چه خونه های ویلایی چه برجا ندارن و بیشتر از آباژور استفاده میکنن. نور به اعتقاد نور سقفی ندارن کلا. یه موضوع دیگه هم که هست اینه که در واقع چمن زدن و برف پارو کردن جلوی خونه‌های ویلایی به عهده همون مالک یا مستاجری که داخل اون خونه است و باید واقعا مرتب و تمیز باشه همیشه، به جهت اینکه ممکنه شهرداری جریمت بکنه به خاطر اینکه آقا رسیدگی نکردی. حتی همسایه‌ها هم ممکنه ازت شکایت بکنن که آقا محل ظاهرش به هم ریخته. به خاطر همین اصلا جا افتاده است و خیلی ریلکس تقریبا هفته 2-3 بار چمنا زده میشه، برفا پارو میشه و خب یه دردسر این شکلی داره دیگه. یه چیز که راجع به سیستم زباله اینجا بگم. اولا که باید زباله رو اینجا تفکیک کنیم. یه دونه ریسایکل داریم، یه گرین داریم، یه دونه ترش داریم که اینا رو باید تقسیم کنیم. ما اوایلش خیلی برامون سخت بود چون یه برگه بزرگ بود، هر تیکه کوچیکی می‌خواستیم از این دور یه دور چک می‌کردیم توی چه کاتگوری میره. تازه حالا برای یه سری چیزا اینجوریه که باید جمع کنی تحویل بدی به یه جایی، توی این سه تا کاتگوری جا نمیگیرن، مثل باتری، حالا مانیتور، از این جور چیزا. و حالا برای برجا خوبیش اینه که شوتینگ دارن و تو حالا هر تایم که دلت بخواد میتونی پرت کنی بره پایین دیگه. ولی توی خونه ویلایی تو باید توی گاراژ زباله‌ات رو جمع کنی و فقط هفته یه بار میان آشغالا رو میبرن. این خیلی عجیبه، واقعا عجیبه و میاد ببره. اگر ببینه تفکیک نکردی نمیبره، میمونه واسه هفته دیگه. می‌خواستی تفکیک کنی، اگه حتی ببینه اون کیسه که استفاده کردی کیسه اشتباهی هم نمیبره. مثلا شما ریسایکل ها رو نباید توی کیسه بذاری چون کیسه ریسایکل نیست. خب شوک بعدی راجع به سیستم بانکداری اینجاست که خیلی با ایران متفاوته. مثلا شما برای چک و واریز پول نیازی نیست بری توی باجه و با ATM میتونی کارتو انجام بدی. یا مثلا اینجا شما کارت نمیکشی، کارتو تپ میکنی، زیر $100 مثلا رمز نمیخواد، دسته چک هم به راحتی به همه میدن. ببینید امکاناتش خوبه ها، ولی واقعا سیستمشون گیج میزنه. مثلا اینکه آقا کارت به کارت با ایمیله، درست شد؟ و شما به ازای هر کدوم از حسابا یا کارتایی که داری باید ایمیل داشته باشی. خب اوکی، این تا اینجا رو من میپذیرم، اما نکته اینه که اگر کارت به کارت کنی و آخر هفته باشه نمیشینه، یا طول میکشه، یا مثلا میبینید 5-6 ساعت طول میکشه چون آخر هفته است و تعطیله. به خاطر اینکه ربات چک نمیکنه اینا رو و آدم چک میکنه و البته میخوان جلوی پولشویی رو بگیرن که این کارو میکنن. نکته بعدی اینه که حسابا دو تا در واقع هر حسابی خودش دو تا حسابه، یکی چکینگه یکی سیوینگه که همون میشه در واقع مثل جاری ایران و پسنداز. آره که شما خیلی عجیبه چیزایی که من باورم نمیشه. مثلا میگه اگر از روی چکینگت پول برداری کارتتو میدی میخوای پول از ATM بگیری، اگر رو چکینگت بگیری خب گرفتی عیبی نداره، ولی اگر تو سیوینگت بگیری چارجت میکنی. مثلا $5 به ازای اینکه رو سیوینگت برداشتی ازت پول میگیری، باید از سیوینگت روی گوشیت بریزی تو چکینگت بعد از چکینگت پول بگیری. یه کمی عجیبه. ولی در این حال مثلا من چک کشیدم به کسی دادم، وقتی طرف رفته نقد کرده اونم رفته گذاشته تو ATM نقد کرده دیگه، تصویر چکی که نقد شده برای من اومده و ثبت شده و من دیدم روی نرم افزارم که آقا این چک رو طرف رفته استفادهش کرده دیگه. ولی خوبیای زیادم داره. مثلا همین تپ کردن وقتی رمز نمیخواد، یه وقتی اگه کارتشون رو بدزدن بلافاصله زنگ بزنی تمام پولا رو به حسابت برمیگردونن. این چیزیه که تو ایران گفته. ولی تو ایران بره دیگه رفته دیگه. ولی به هر حال این سیستمشون که تو تعطیله نمیدونم تو آخر هفته تو تعطیلای رسمی
این یه مقداری اذیت کننده است. خب تو ایران 24 ساعت هست دیگه، همون یه رو آخر شب مثلا قطعه. و اینکه خیلی چک میکنن شرایطو، چقدر پول میبری چقدر میاری، اینا براشون خیلی مهمه و مبدأ پولهایی که میاری رو حتما چک میکنن. و خیلی هم کارا اینجا با چک انجام میشه، یعنی شما تمام مثلا اجاره خونه ها تو باید به ازای هر مثلا 12 ماهش 12 تا چک بدی. کلا با چک زیاد کار میکنن. و چک هم وقتی میخوابونی به حساب 5 روز طول میکشه، درسته تا بریزن به حساب. 5 روز نه، در جا میشینه ولی قابل استفاده نیست. هولد میشه که مطمئن بشن این برای چی بوده. خب شوک آخر مربوط میشه به استفاده بیش از اندازه کاغذ. اینجا همه چیز کاغذیه، از تراکت استفاده میکنن، نمیدونم رسیدای خرید که میگیری انقدر رسید، من یادم تو ایران آخره دیگه انقدر رسید میدادن به یه رسید عجیب غریب میدن، یا مثلا هر کاری که میخوای بکنی کلی فرم باید پر بکنی و کلی کاغذ تو دستت همیشه هستش. کلا استفادهشون زیاده. دقیقاً همینجوری کلی نامه میاد، یعنی مثل قدیم باید هر روز بری صندوق پست رو چک کنی. حتی یه چیز جالب اینه که وقتی میخوای کردیت کارت رو تسویه کنی میتونی پول رو بذاری توی پاکت نامه بندازی تو صندوق پستی تو پول رو پست کنی برای بانک. اینش خیلی باحاله و خیلی از مجله استفاده میکنن. هنوز توی خونه ویلایی ها میبینی که جلو در خونهشون روزنامه میذارن و پیرمردا حالا مسنا اخبار رو با روزنامه دنبال میکنن. نکته اینه که اصلا کلا خیلی به کاغذ وابستن، ولی چیزی که من متوجه شدم اولا که به ازای کاغذی که دارن تولید میکنن مثل این که قانون دارن که به جاش میکارن، این از این. اما حالا از این بگذریم، از نظر تبلیغات زیادی ضعیفن. هنوز رو اتوبوس دارن تبلیغ میکنن، طرف رو سطل آشغال با لب خندون مثلا عکسش اونجاست. اصلا من نمیفهمم. خیلی از نظر اصلا همین که سیستم تبلیغاتشون ببخشید اینجوریه که یه دونه عکس اینجوری میگیرن که تبلیغ بکنن بسه. یعنی تبلیغ خودشون مثلا یا روی خدماتی میده که اصلا مهم نیست عکست باشه ولی عکسشون میچسبونه رو سطل آشغال. آخه رو سطل آشغال با لب خندون در خندون داری چیکار می‌کنی با خودت؟ آره از این نظر واقعا ضعیف و عقب مونده حساب می‌کنم. آره دقیقاً همینطوره. همین دیگه، مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و اگر تجربه شوک عجیبی شما هم داشتید چه اینجا چه هر کشوری دیگه‌ای برامون حتما بنویسید. دوستتون دارم. فعلا خدافظ. هر جنسی شما حتی اگه استفاده هم کرده باشی نه بعدی میشه خونه رحم کردن. خونه رحم